انتقالات اموال تجارتی از طریق بنادر خطوط آهن افغانستان در سال 1404 هجری شمسی نسبت به سال 1403 هجری شمسی 39.1% افزایش یافته است. در سال 1404 هجری شمسی از طریق 4 بندر حیرتان، آقینه، ترغندی و مسیر خواف هرات مجموعاً 6,119,497 متریک تن انتقالات صورت گرفته است. این در حالی است که در سال 1403 هجری شمسی از طریق 4 بندر 4.3 میلیون متریک تن انتقالات صورت گرفته بود، اما در سال 1404 هجری شمسی این ارقام به 6,119,497 متریک تن افزایش یافته است که افزایش 39.1% را نشان می‌دهد. در این میان از طریق بندر حیرتان 4,261,991 تن، بندر آقینه 472,282 تن، بندر ترغندی 743,012 تن و مسیر خواف هرات 642,212 تن و در مجموع 6,119,497 متریک تن که شامل اموال نفتی، غیر نفتی و سایر مواد می شود به کشور وارد و صادر شده است. در سال 1404 هجری شمسی 103,944 واگن و 4,636 کانتینر 40 فوت اموال تجارتی وارد و صادر شده که اقلام وارداتی شامل تیل، گاز مایع، گندم، آرد، روغن، سمنت، کاشی، سرامیک، شکر، بلاست، کاغذ، چسب، قیماق و سایر مواد غذایی و ساختمانی می شود. در مجموع انتقالات یک بخش آن صادرات و ترانزیت می باشد که در سال 1404 هجری شمسی 74,752 تن اموال تجارتی صادر شده که عمدتاً شامل میوه های خشک، برنج، کچالو، سنگ های معدنی، تخم تربوز، نخود، مس و جوس آب انار می باشد. افزایش و رشد انتقالات اموال تجارتی ناشی از برنامه‌ریزی منظم، نظارت دوامدار، توسعه زیربناها و نتیجه تلاش های پیهم کارمندان تکنیکی و اداری این وزارت می باشد. این وزارت متعهد است با اتخاذ تدابیر لازم زمینه ارائه خدمات شفاف، مؤثر و معیاری را بیش از پیش فراهم نموده و در راستای توسعه و بهبود خدمات عامه گام‌های عملی و پایدار بردارد.